قدر پیشوا تو برسه. این ایتری پیشوا میروند فهمیدی، بعد گیر شکم نوم ملاگی را میگیره و دیدی اخی هیچ بار تماشا نمیکنی، ما هموشه تماشا کنیم. اون گیره این فروش های در لباس ملا داخل شده که با نومشن ملا کیرمرد نوشتن. این شرمندگی های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که خداوند وقتی که قیامت نزدیک می شود علم را میبردارد. علم برداشته که شد جهل می آید. علم بگونه ای نمیبردارد که سحر بخیزی نادان هستی، ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. امروز یک دام را میگذرد، پگاه یک ایشان میگذرد، پگاه دیگرش مردم میروند. شما آمادگی نگرفته بودید، بچهای شما در روسیه کار میکنن، بچهای ملا هم نخوندن، بعد یک جاهل فرصت استفاده میکنند برای دنیاش. فافتوا بغیر علم، اگر او را سوال دادن بگه که نمیدونم، با سرش میدن ای وظیفه. بعد هر چی که بیاید گفتن میگیرد، خودش هم گمراه، مردم هم گمراه میکنند. بنابراین